حمایه بازی میکند. خب عبدالخلیق برونوف در خط هجوم است و هجوم زود آغاز می شود و این یک نوگانی در بازی دسته رفشان کلوب است که اولین شده در ثانیه اول به سوی دروازه در ضربه زدند و همچنین حسین‌الدین محمدعلی دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش رو اینجا سنجیدند. خیلی هم عالی است که چنین بازی رو شروع کردن. فکر می‌کنم که امروز ما بازی زیبا رو از این لحظه‌ای که شروع شد خواهیم دید. خوب بالا محسن عبدالغفورов اینجا ضربه کنجی میزند و یک باره 5 بازیگر در میدان نزد دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش هستند. خوب ضربه زده میشود، خطرناک است و ببینید اینجا محافظتگر در یک وضعیت نهایت دشوار توپ را زده از میدان بیرون میکند، ولی هجوم روشن ادامه مییابد. باز یک ارسال دیگر به میدان نزد دروازه، اما حسین‌الدین محمدعلی در جایش است و این توپ را نگاه می‌دارد. حساب شده نشده است. دقیقه 14 پس سر شد در فخوری دور پنجم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی شرافدین سولیوف. حالا با کامرونی میرزاخان است، خیلی توپ را خوب میپرتوید، اما دروازه‌بان هم با یک چالوکی این توپ را برگرداند. ولی این ضربه را ببینید، این ضربه بسیار ضربه خطرناک و عالی بود. این توپ رو هم محافظتگران برگردانیدند. ضربه که زده شد از جانب علیشیر بود، علیشیر سفرов. حالا بیاید تا اون لحظه که فشار روشن در اینجا ادامه دارد به فوتبال توجه کنیم، بعدا به تکرار اون حالتی که ضربه علیشیر سفرov رو ما دیدیم. بازی گذشته دسته رفشن کلوب و رفشن ظفرآباد رو هم تماشا کردیم. اونجا البته از سبب آنکه داوران اشتباه کردند گل رفشن رو به حساب نگرفتند، این دسته از 2 امتیاز بنصیب شد. کمیته آداب هست اینجا، بسیار دسته ها، بسیار حادثه هایی که در دور چهارم بودند با اینو بعد گرفته شدند، ولی رفشن میتوانست امروز در جای باز هم خوبتر باشد. الچیبک با علیشیر بازی میکند و اینجا شرف سولیوف و استاپ شده میشود. دقیقه 36 است و 1-0. دقیقه 36 حساب شده میشود دوستان گرامی، 1-0. بله فیروز نظرov دروازه‌بان دسته رفشن حالا درست اینجا ایراد بگیرد بر محافظتگران. خب برابری گل زدن، یک طیاره خود سمالیات هم از بالا و پایان فرآمد. این شرفجان سولیوف است، گل سوم خود را در مفصل میزند در یک بازی. حالا بیاید ببینیم اینجا با یک ضربه دروازه‌بان پای برد سمت پرواز توپ را، اما توپ بسیار سخت بود و اینجا محافظتگران از نظر خود بیرون ماندند شرفجان سولیوف را. 1-0 است قسم اولی بخوری و اکنون فوتبالبازی دسته رفشن چی جوابی خواهند گفت. برونوف با پایزوف بازی میکنه. رسول پایزوف بازیگری که سالهای زیاد در دسته ریگریتاده است. ببینید این ضربه را چگونه ضربه نهایت خوب اینجا اعظمجان مرادوف این ضربه را زد. بله اعظمجان مرادوف این ضربه های نهایت سخت دارد. حالا بار دیگر توپ رو بود دستش به بازی می‌دارد و اینجا یک امکانیت خوبی گلزنی برای رفشن و اینجا از این لحظه نهایت خوب باز کی همون گفتم کامران میرزاخان از خط محافظت به هجوم گذشته است و اینجا نتوانست که همین توپ رو وارد توی دروازه کند. ببینید اعظمجان مرادوف این ضربه پیشینه که دروازه‌بان حسین‌الدین محمدعلی با یک سیو عالی داده از نزد دروازه دور کرد ولی موفق نشدند. اینجا آسان‌تر بود گل زدن. ببینید مورد فردی بازیگران اجنبی هاشون هم خوب است و حالا می‌کند 100% گلزنی، اما باز با توپ اینجا طرز می‌بینیم
محسن عبدالغفارов نمیرسد. اما دوبار چی اینجا میگوید رسیش بود یا نه؟ حالا بله، حالا اینجا محسن عبدالغفارов با دروازه‌بان صحبت دارد. اینجا عبدالرحمن نوزیموف هم کاپیتان دست آمد. حالا ببینید یک بار دیگر. بله، به این توپ هیچ چیزی نبود، یگان خطاگی اینجا از جانب محسن نبود و اینجا میتوانست که ماس کامران ابراهیموف کمک رساند به دسته رفشن. بله، واسلی سفرов از بازی رفت، ولی بسیار بازی خوب هم در قسم اول داشت. بسیار هم حالتهای خوب رو با وجود آورد. ضربه ها رو امروز ما دیدیم. بسیار اینجا گزارش را ببینید و داور چی میگه؟ پنالتی است یا نه؟ محسن عبدالغفارov ضربه سخت زد. بله، محسن اگر به این توپ نمیرسید گمان میکنم که پنالتی بودی. حالا تکرار را خواهیم دید. روزیف اینجا حالا نه، دادابایف اینجا دوبار کارت زرد میداد با کاپیتانی دسته. با کامرانی میرزانژاد کارت زرد میگیرد. این اولین کارت زرد در بازی امروز است. فوتبالبازان دسته رفشن ضربه کنجی میزنند. باز یک بار دیگر باید اجرا کنند. حالا عبدالرحمن نوزیموف ضربه کنجی رو، این الکی سومین ضربه کنجی در بازی امروز است. حالا هجوم به سوی دروازه دسته کلوب مرکزی. باز یک امکانیت عالی و ایستا برابر بشود. 1-1 وضعیت نهایت عالی است و این توپ رو محض همون لگیانر گفتیم کواسینوکنت است به ثمر میرسوند. دقیقه 64 حساب 1-1. حالا بار دیگر ببینید حالت غیر بازی نیست. اینجا چی؟ اینجا هم نیست. تو یک لحظه دیگر اینجا با قفا ضربه زده میشه. نه، اینجا نبود، اینجا نبود. گل است، چون که الکی از اون حالتی که پیشتر این بازیگر در حالت غیر بازی بود پس سر شده بود. باز یک هجوم دیگر. عباس اندلیبوف کارت زرد میگیرد برای با کمک داور چیزی گفتنش و ضربه زده میشود. اینجا محافظتگران، نه محافظتگران، این محسن عبدالغفارov است که توپ را زده از سر به بیرونی میدان نزد دروازه میکند و حالا باز یک ضربه شرفجان سالی. چگونه شرفجان امکانیت مییابد همین گونه ضربه ها رو بزند؟ اگر تکرار باشد ما خواهیم دید که چگونه زیبا ضربه زد، ولی تو بعدی به زمین برخوردن از دروازه بلندتر به بالا جست. حالا ببینید این ضربه کنجی که اجرا شد. ادریس امینو توپ رو با او ارسال میکند و اینجا ضربه خیلی خوب هم زد. ضربهش بسیار هم خوب بود اما کمی سختتر به زمین زد. فایز دولت رو به من شما میدیم، مربی کلون کلوب مرکزی ورزش ارتش. و اینجا هجوم عالی از جانب بارانو و گل. بارانو گل دوباره است. اینجا مخلصان به داد آمدند و دقیقه 79 بازی است. دوستان گرامی بسیار هم خوب و زیبا بازی کرد بارانوف و با عبدالخلیل بارانوف گل سوم خود را میزند. عبدالخلیل بارانوف دوستان گرامی نشانزن بهترین کلوب رفشن کلوب و به همین ترتیب حالا طور دوستان گرامی میبینیم میمانان به صف پیش میبرویند. ببینید اینجا چگونه بسیار خوب بازی زیبا عبدالخلیل بارانوف نشان داد. سر روی خود محافظتگران را گرفت و از بین سه محافظتگر تو رو طور دروازه آفرین. بله اینجا همه
حالا این خرسک‌ها با او کفکوبی‌ها با او تعلق دارند و از جای برخواستن مخلصان دست رفشن هجوم باشد از جانب فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش و فیروز نظرов در جایش است. حالا هجوم دیگری رفشن باز یک امکانیت خوب برای بازیکنان این دسته در علایدگی است. فرخ زاد و ضربه میزند. کاپیتان ارتشی ها است اینجا کامران میرزا نژاد. کامران ضربه میزند. باز یک ضربه دیگر ولی ضربه الچیبک بود و اینجا توپ وارد توی دروازه نمیشود. چگونه امکانیت عالی را فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش استفاده نبردند. حالا ببینید اینجا بسیار حالت خوب بود. این البته برای شرفجان صالح بار دیگر توپ با ستون دروازه برخورد. حالا ببینید بار دیگر توپ پرتافته می شود. نه اینجا حالا ما میبینیم که این حالت رو ماس بازیگری عبدالله شریفov بود که با ستون دروازه کوفت. اکنون علیشیر سفرov ضربه میزند. همه بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در نزد دروازه دسته رفشن کلوب. علیشیر سفرov منظور ما و شماست. ضربه زده می شود. ارسال دروازه‌بان با یک دست توپ را برمیگردد. هنوز حالت برطرف نشده است. وقت تمام شد ولی هجوم ادامه دارد و فوتبالبازان دسته رفشن توپ را به پیش بزنند و وقت تمام. دوستان گرامی رفشن کلوب اولین شکست کلوب مرکزی ورزش ارتش را بر جای میگذارد. 1-2 و اولین پیروزی نه این دومین پیروزی رفشن کلوب در سفر است. ریگل تداز را مغلوب کرده بود و اینجا بویر یگانبردیف تبریکات را قبول میکند. شادی فوتبالبازان کلوبی رفشن کلوب و دروازه‌بان حالا اینجا کارت حسینی محمد علی هم کارت زرد میگیرد. امین سبحانی مربی ایرانی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که بار اول در موسم امسال با شکست روبرو می شود و تا این دمی که بازی‌های دیگر جریان دارند رفشن کلوب با جای سوم با 7 امتیاز میبروید.